سلام برو چه خبر؟ خوبید؟ خوشید؟ بریم که کتاب آکسفورد Word Skills Elementary برای ساعت پایه رو شروع کنیم با هم دیگه به کار کردنش و دیگه بریم تو کارش. Classroom Vocabulary لغاتی که مربوط به کلاس درس هست، همونجور که میبینید شماره زده و اینجا کلمات هم گفته. عکس این طرف، لغات این وره، شماره هم که هست. Number 1 Whiteboard Also board. اوکی، این تخته وایت بورد که سفید هست رو بذار زومش کنم برات. این تخته رو میگیم چی؟ وایت بورد. دومیش بورد پن هست. بورد پن ماژیک که اصولا میگیم مارکر. مارکر هم میگیم. بعدش نوتیس بورد. نوتیس بورد نوشته میشه اما نوتیس بورد خونده میشه. تابلو اعلانات رو به صورت کلی میگیم نوتیس بورد. اما اگه بخوایم بگیم اطلاعیه یا اعلامیه و اینجور چیزا باید بگیم نوتیس. اوکی، اور نوتیس. بعدی دسکه. نمبر 5 دسک میشه میز تحریر. میز تحریر رو ببین. چر صندلی شماره 6. نمبر 6. نمبر 7 bag اینجاست، میشه کیف او کیف. بعد پن. نمبر 8 پن میشه خودکار. کورس بوک نمبر 9. کتاب درسی رو میگیم کورس بوک. پنسل نمبر 10 ایناش. مداد. تیبل نمبر 11 میشه میز. 12 میشه دیکشنری که اصلا مشخصه چیه. 13 CD 14 CD player. ایشون CD player نه خیلی قدیمیه دیگه، مثلا این بحثش این CD و CD player دیگه الان نداریم کلا. piece of paper number 15. 16 exercise book or notebook. دفتر رو ما اصولا بهش میگیم نوتبوک. حالا اکسرسایز بوک منظورش اینه که مثلا شما تمرینی میکنید و از این حرفا. یک بار دیگه بریم به صورت کلی. whiteboard board pen یا مارکر. notice board desk chair bag pen course book pencil table dictionary CD player piece of paper exercise book notebook. تمرین داریم. tick the things you can put in a bag put a cross by the things you can't. میگه اگر چیزهایی که میتونید توی کیفتون بذارید رو اینجا میبینید تیک بزنید، اونایی که نمیتونید بذارید توی کیفتون رو هم یا ضربه در یا کراس بذارید. اوکی، تمرین اولینا. تمرین دوم complete the words or phrases. خب دیگه مثلا نوت میشه بوک، بورد اینجا پن، ولی شما نمیخواد تقلب کنید همین اوکی کنید. کورس مثلا چی میشه؟ write your answers. حالت چیستانه، بهت توضیح داده و گفته کلمه رو تو شما بنویس. you sit on one of these میگه میشینی روی یکی از اینا. خب صندلی میشه. the teacher writes on this معلم یا دبیر یا استاد مینویسه روی اونا. تخته دیگه، تخته به انگلیسی چی میشه؟ whiteboard یا board. همینجوری باید کامل کنی. about you این خیلی خوبه. write 4 things you've got at home and 4 things you haven't got. you have got or you've got. خب you have got مخففش میشه you've. haven't مخفف have not. you've got at home یعنی در خانه دارید. you haven't got میشه شما نداری. کجا نداری؟ بازم میشه at home. at homeشو دیگه ننوشته چون اینجا نوشته. I've got a dictionary. مثلا من چی دارم؟ لپتاپ. I've got a laptop. من چی دارم؟ گوشی. I've got a phone. چی دارم؟ I've got a marker. I've got a book. I've got a notebook. خب مثلا چی ندارم؟ I haven't got a CD player. واقعا ندارمش. اوکی؟ به این صورت دیگه حله. بعد test yourself هم هست که هیچی. این درس اول بود، امیدوارم که لذت برده باشید. بعد برای دوستانتون حتما بفرستین تا دوستانتون هم استفاده بکنن.
یادتون نره که حمایت بکنید و میریم دیگه برای بقیه دروس. تا درس بعدی. Goodbye.